بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهران عزیز، امروز میخواهم درباره یا گفتیم امروز میخواهم پاسخ سه سوال دائمی شما رو داده باشم. یکی درباره اکو، دیگری درباره زیارت قبر برای زنها و سومین درباره شوهر بدزبان. اولا درباره اکو که آیا برای عائله مسلمان جایز است از طریقه اکو فرزنددار شوند یا نه. خیلی میدانید یکی از پیشروی ها یا تقدمی طبی حاضر زمان در این است که انسان هایی که سالهای زیاد فرزند ندارند، طبیبان از طریقه اکو، یعنی از یکجا کردن تخمک های مرد و زن در بیرون، بعداً باز کشتن آن در رحم یا بچه‌دان زن، می توانند به آنها کمک کنند که زن حامله دار شود. یعنی همین گونه بارداری صنعی هم میگویند یا القا هم میگویند، تلقیح صنعی خیلی زیاد پیش رفته ایستاده است و خواهر پرسیدن و چند نفر دیگر هم سوال کرده بودند در گروه ها که آیا می تواند زن مسلمان از طریقه اکو باردار شود. عزیزان، چون این مسئله معاصر یا زمانوی هست، یعنی در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم نبود، در زمان تابعین و صحابه نبود، و این سوال فقط علمای معاصر جواب میدهند. در این باره ما حدیث و آیت و قول صحابه یافته نمیتوانیم و در این باره اگر به لجنه فتوای علمای مصر و جزایر و عربستان سعودی در اینترنت هم میتوانید پیدا کنید. آنجا میگویند با طریقه اکو یا حامله‌داری صنعی باردارشوی زنها با دو تقسیم می شود. یک نمودش حلال است، آن هم اگر فقط از زن و شوهر باشد، یعنی از تخمک های زن و شوهر باشد و یگان نفر بیگانه، یگان مرد بیگانه یا زنی بیگانه در داخل نباشد، یعنی نفر سیوم نباشد. از زن و شوهر گیرند و باز به رحمی خودی همان زن اگر کارند به آن جای کنند و خودی طبیب هم طبیبی باوریناک امانت داره باشد که یگان کسی دیگر رو جای نکند، اینجا جایز می باشد، برای آنکه این یک نمودی حامله داری حساب می شود، فقط با یاری طبیبان، اما از خود پدر و مادر، یعنی یک نفری بیگانه وجود ندارد. به این علمای معاصر اجازه می دهند، اما چه خیلی گفتم شرطش این است که فقط از زن و شوهر باشد. اما یک نمود دیگر اکو هست که زیاد در دولت های غرب و خطا نکنم در ایران هم به این اجازه دادگی هستند که یک نفر سوم مثلا از یک زنی بیگانه و از شوهر میگیرند و به بچه‌دان مادر جای میکنند، یعنی اینجا سه نفر اشتراک میکند در اکو. یا در دولت های غرب گفتیم یا غیر مسلمانی از یک مرد بیگانه میگیرند و با تخمک های زن آمیخته میکنند، از شوهر هیچ چیز نمیگیرند و گویا که بارداری او از یک مرد بیگانه حساب می شود که این عموما به آمیختگی نامی نسب میبرد. و در ایران تا جای من میدونم چون این اجازه دادن که از زن و شوهر میگیرند و اگر عموما زن نازا باشد به رحم یک زن بیگانه میگذارند و زن بیگانه فرزند اینها را تولد کرده میدهد، یا مادر فیزیکی میگوین یا این گونه، اما اینها بزرگ میکنن. این نمودش را علمای اهل سنت و جماعت وقتی نفری سیوم داخل میشود به اکو هیچ اجازه نمیدین، چون یک طفل دو پدر یا گفتیم دو مادر و یک پدر دارد. اما چیزی که اجازه میدین اگر از زن و شوهر باشد و طبیبی باوریناک باشد که بگوید که اینجا فقط از هر دوی شما حامله داری یا گفتیم اکو می شود و خلاص، یعنی نفر سیوم وجود ندارد. این بود درباره اکو و پروردگار به تمام نفران بی فرزند الهو فرزند نصیب کند که نور چشمشان باشد. و خیلی میدونیم مصیبت است واقعا وقتی یک نفر بی فرزند است یا بی ذریات است، ولی فراموش نکنیم که این امتحان الله هم هست، چگونه که حضرت ابراهیم پس از 80 سالگی صاحب فرزند می شوند و زکریا خیلی در پیران سالی پروردگار بعضی بنده هایش را با بفرزندی امتحان میکند تا ببیند که صبر میکنید یا شکر میکنید. اما از طریقه اکو اگر راهش باشد، پس علمای معاصر چه خیلی گفتم به این اجازه دادگیان که از خود سایت های لجنه فتوای علمای عربستان سعودی و مصر و جزایر و حتی شورای علمای اروپا می توانید این را پیدا کنید. دوم درباره زیارت قبرستان بود عزیزان که آیا زن مسلمان می تواند به زیارت قبر برود. در ما مسئله چنین است، اگر به حدیث ها نگاه کنیم،
حدیثی هست که حدیث در ترمذی هست، پیامبر لعنت کردن زوارات القبور رو، یعنی هر کسی که زیاد علل خصوص زنهایی که زیاد قبرستان رو زیارت میکنن. باز دیگر حدیث هست در صحیح مسلم و بخاری که پیامبر به حضرت عایشه دعای داخل شدن به قبرستان رو یاد میدهند و این چنین حدیث حضرت انس است که در صحیح مسلم بخاریان هم وقتی که زنی رو میبینن که خیلی گریه میکند در قبر فرزندش، و اونم میگن چرا در سر قبرستان، فقط میگن یعنی این گونه با صدا گویا که ناشکری کنون گریه نکن. و این چنین در ما آثار حضرت عایشه است که پس از مرگ پیامبر حضرت عایشه به قبرستان میرفتن. پس در ما که دو نمود حدیث است، اگر به قول راجح نگاه کنیم، اکثریت علمای مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه، می توانید در کتاب مبسوط نگاه کنید، می توانید در کتاب رد المختار ببینید، این چنین به کتاب های خود جساس و اگر به باز ابن عابدین بود اگر نگاه کنید، در آنجا قولی اکثریت علمای مذهب ابو حنیفه مذهب حنفی رحمت الله علیه را می آورند. و این چنین چی در مذهب شافعی باشد، امام مالک باشد، امام احمد، اکثریت اقوال علما این است که زن مسلمان مادامی که فقط به مقصد دعا کردن به آنی که در به میت، یعنی آنی که در قبر است، و این چنین به مقصد رفته و از آنجا درس عبرت گرفتن یا گفتم یادی آخرت و مرگ کردن اگر رود ثواب میگیرد. یعنی مستحب است که یک زن مسلمان به خاطر یاد آخرت و این چنین به خاطر دعا کردن به اونی که در قبرستان است به قبر برود، به سر مزار رفتنش جایز است به این شرط. اما کسی که برای گریه و فغان کرده می رود، یا عموما یک زن بینمازه که به گفت خودش برای درد دل کردن به قبرستان می رود، یا می روند و خاک قبرستان را گرفته می آورند، یا شاخه های درختک های قبرستان را می شکنند و لطچه می بندند، این شرک اکبر است. در این حالت عموما رفتنش جایز نیست. مسئله اتفاق است، یگان زنی که او مقصد رفتنش به قبرستان با مرده ها صحبت کردن و خاک قبرستان و تبرک کردن درخت مزار باشد، این شرک اکبر است و رفتنش ممکن نیست. اما به خاطر یاد آخرت، به خاطر اینکه برای پدر و مادر ففتیده دعا میکند، حتی برای شوهر ففتیده دعا میکند، اگر برود باکی نیست و برعکس ثواب میگیرد. برای اینکه در ما حدیث در مسلم است که پیامبر میگن کنت نهیتکم عن زیارت القبور فزوروها، من شمایان را از زیارت کردن قبرستان ها من کرده بودم، الان میگویم زیارت کنید. فانها تذکرکم بالآخره، چون شما را به یاد آخرت می اندازد. و خود پیامبر هم زیاد به قبرستان بقیع می رفتند و به اهل قبرستان دعا می کردند. و این چنین خیلی گفتم حضرت عایشه بعد از مرگ پیامبر به زیارت قبر برادرشون عبدالرحمن ابن ابوبکر می رفتند که این معنیش این بود که پیامبر بعداً اجازه داده بودند. و این چنین دعایی که پیامبر به حضرت عایشه یاد میدهند، چه خیلی که در بخاری مسلم است، میگویند وقتی به قبرستان میروین دعا رو بخوان السلام علی اهل الدیار من المؤمنین و المسلمین و یرحم الله المستقدمین و المستأخرین. یعنی این دعا رو میگویند در وقتی به قبرستان در آمدن بخوان که السلام علیکم اهل دیار گفته شروع می شود. پس عزیزان، وقتی یک زنی مسلمانه که میداند شرک چی است، بدعت چی هست، مقصد از زیارت قبر چی هست، او رود باک ندارد به این ثواب میگیرد. چون در این عالمی پر از فتنه که امروز من و شما هستیم که مردم برای خرید خانه و برای خودنمایی و برای عموما دنیا دیگر خود را فراموش کردند، بعضا انسان در حقیقت در قبرستان حال دنیا را، چی بودن دنیا را و عاقبت ما چی شدنش را حس میکند. آنهایی که به قبرستان به مقصد عبرت میروند، نگاه آنها به بشریت، نگاه آنها به دنیا دیگرگونه است. اما آنهایی که به مقصد چی خیلی گفتم تبرک خاک قبرستان و درخت قبرستان میروند، هاشو که نروند، برای اینکه جز شرک کار دیگره از آنجا با خود نمی آورند. و مسئله آخران عزیزان، سوال دیگر اینکه زیادی از خواهرها در زیرنویس هم نوشتن، به بنده هم نوشتن که من یک شوهری بدزبانی حقارتچی دارم که بجز حقارت دیگر کار ندارد، من چی کار کنم؟ عزیزان، درباره گناهی کبیره بودن پدر و مادر رو حقارت کردن، عموما بدزبانی انسان رو به دوزخ بردن، یک موضوعی کلانتر یا در این باره صحبت میکنیم و تقریبا هیچ مسلمانی نیست که این را نداند که حقارتگویی انسان را به دوزخ میبرد. حقارتچی انسانی نیست که در نزد الله قدر داشته باشد. اما
جواب یا گفتیم پاسخ ما به خواهرانی است که میگن با این گونه شوهر چیکار کنم؟ چیکار کنم با شوهری که بجز حقارت از زبان او هیچ چیز شنیده نمی شود، یا اینکه 90% صحبت او فقط حقارت است، اون هم دشنامی که پدر و مادر است، خواهر و برادر است. و چیکار کنم با این عزیزان؟ اولا متاسفانه و صد افسوس که اکثریت مردها همین اخلاق رو دارن. یعنی نمیدونم در آسیای میانه گویم یا در کل دنیا گویم، حقارت کردن به بعضی ها یک چیزی معمولی عادی هست. گویا که حقارت نکنن دیگر آنها مرد نباشن، یا گفتیم مردی خود رو، عزت خود رو، شرف خود رو، کلانگری خود را در حقارت میبینند. چیکار کنیم که این صفت رذیل و پستی، و حتی پیامبر لعنت کردن اونه که با پدر و مادر کسی رو دشنام میکند، این گونه صفت را بعضیا برای خود صفت مردانگی میدونند. یعنی دیگر این مسئله چی گویم، یک فرهنگی از حد رذیل و پست داره. دوم خواهران عزیز، با شوهر حقارتگو اگر حقارتگو شده دیگر خانه شما به حیوان خانه تبدیل می شود. یعنی از شما یگان کودکای درست بزرگ نمی شوند. برای همین وقتی که شوهر نمازخوان است یا گفتیم تا حد حلال خور است و کمبودی او فقط در زبانش هست، یعنی در بقیه امور درست است. بعضیا میگن زینوگر است، عرقخور است، در این باره صحبت داشتیم. نه، انسانی خوب است اما فقط زبانش رو کنترل کرده نمیتواند. پس اینجا نصیحت این است یا گفتیم پاسخ این است که شما زبانی خود رو کنترل کنید. به بد زبانی او بد زبان نباشید. بگذار هرچی میگوید بگوید، اما شما یقین کنید که این گونه اخلاق دارد و من نباید مثل او بد اخلاق شوم. اگر گفتیم او گفت من هم میگویم، پدرم رو گفت پدرش رو میگویم، مادرم رو گفت مادرش رو میگویم، بعد از 10 سال میبینید که از شما از این هم بدتر یک زنی بد زبان به میان می آید. برای همین این است که جوابش یکمن زنهایی که همین گونه شوهر دارند به شوهر عذر دهند که این مرد همین گونه تربیت یافته است. یعنی این رو این گونه تربیت کردن و گویا که دیگر برای این اگر 20 سال همین گونه تربیت یافته باشد، 20 سال دیگر وقت لازم که این اخلاق بدش را ترک کند. دویم باید با بدزبان هرگز بدزبانی نکنه. در ما حدیث پیامبر است ما کان رفق فی شیء الا زانه. مهربانی، محبت، خوش زبانی در هر جای باشد در آنجا عموما زیب و زینت آن اخلاق آن انسان می شود. یعنی در کجایی که شما مهربانی کردید بدانید که در همانجا قدر شما بالا می شود. یعنی با بد زبان هرگز بد زبانی نکنید، هرگز بد زبانی نکنید. این قاعده یکم است. و دویمش این است که خواهیم نخواهیم علل خصوص بین زن و شوهر حالت‌های می شود که آرامش است یا گفتیم در خوی و فعل خودش هست. در اینجا همراهش جدی، بدون عصبانیت، بدون گریه و بیچارگی، بدون زوری، جدی همراهش صحبت کنید که بد زبانی تو اولا خودت رو هلاک میکند، دوم به فرزندها خیلی خیلی ضرر میرساند، سوم مرا نسبتی تو خیلی انسان میسازد که تو رو در نزد من یک انسانی بی‌قدر و بی‌همت و بدزبان میسازد. یعنی برای اون که صاحب احترام در نزد خانواده باشی، در نزد الله باشی، لطفاً زبانت رو کنترل کن. و یقین دانید شوهری که بدزبان است اگر با یک زنی با آداب 2-3 سال زندگی کرد، خواه و نخواه از او تاثیر میگیرد، خواه و نخواه مقدار از بدزبانی خود را ترک میکند. هرگز یعنی با بدزبانی میکنم گویان نمیتوانیم ما پیش رویم. این بود عزیزان پاسخ 3 سوال شما. درباره سوالهای دیگر انشاءالله در برنامه‌های دیگر همراهتان خواهم بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.